the top scorer in this, 3 from the penalty spot, and it Daniel Sureb, 4-4 in LA. Some fans, you will be smiling. Morocco have really blues, who is a famous French-Canadian French comedian, is our referee today. He's from essentially Faco. Then it's Rahimi. Knows Moroccan fans. He has played a lot for Morocco. First player going down after this challenge too. It might have been thing to do here. It's there. Parc des Princes. That was perhaps the most surprising. It was largely deserved. They're doing something similar on the pitch here. At 36 kilometers an hour when he was playing at Kylian Mbappe in training the seniors. That's how it works in Spain. Look at Sergio Gomez. He cannot believe. Slice of push in front of a full crowd. Swung in the header. Really for Richardson to run. He sent it on its way, but that Hakimi takes it. Getting a bit rough there, the goal. There's Al-Zuli. Yes, indeed. Oh, we're expecting for an electoral target man. Hakimi does to Rahimi. Rahimi, the danger by Abda. In a while. It's a lovely flick, but it'll be a big job today. Yeah, back heel from preliminary squire. Morocco's Targalin has to be careful. Shot was from Ruiz. At a time. And into a good save from Munir. Baena, setting it up the long range from the boot of Fermin Lopez, who scored the first goal he scored against Japan, actually. It's the corner, Moran. Some frustration. Is there a foul? No. We expect is یا خیر حرکت در خط دفاعی داره سرخپوشان حالا ارسال توپ موقعیت ها برای حالا ارسال فرصت مستقیم یا خیر موقعیت هست فرصت زمین سد حمله طوفانی مردان از سرزمین گل اسپانیا هستند فرصت هست بر هست ازال سولی ضربه بلا اریک گارسیا موقعیت هست ضربه سر فرصت هست شوت از راه تو ریچاردسون ببینید حرکت میشه تو به اول چقدر اشتباهی اسپانیا قطیناس مرد چارچوب شناسه هیمی زد حساب کن یا تشبازی حل بایرم خوشحال باشن با گلزنی سوفیا صفر موراکو و گوشه دروازه سپورت موراکو عکس العمل روی داده که هر 4 سال بعد در جریان دو پایانی میگه کو هست ارسال بلند برای تیر اول حالا ارسال مستقیم برای تیر دوم فرصت گربان کو باز هم سوفیانا بود فاول برای کوبارسی او سال گذشته فصل بالیا هست شوت پر قدرت و محدود میزنه و داور مرکز دست رفت اسپانیا خطرناک ارسال شد حالا در برگشت گل خورد بلند انجام میده میراندو سرخیو گومز ارسال روی دروازه توپا میگیره مارکا اسپانیا اینجا بود که فاول انجام داد اسپانیا ارسال مستقیم الکس توپا شوت از راه دور زده خودی زبست راه دور دست آمد ناجی کدی این شوت پر قدرت این مارد روی تیر اول تو به جمع کرد تمرکت شوت از راه دور زده
فرمین لوپز اصلا مستقیم و تو باوت بازی دروازه کار تمام خواهد شد. ضربه در مقابل کفترها تو با درست تکل زیبای لوپز و حالا گل. لاروخوی بیرحم به اسپانیا در این رقابت بایی کرد و این گونه دل رو باز میکنه. کشور کشورمون موقعیت برای ضربه‌ای که با اختلاف و ضربه ریچاردسون یه بستر برای یاران اسپانیا که با جمع کرد یا موقعی که آبل رویس اشرف فرصت موقعیت برای گل زد. آفساید مشکوک بود. آل ارسال روی فرصت موقع برای گل زنی موقع برای زلزولی در اختیار گرفتن از خود سانچز و گل تعویض میکنه. سانتی هم گل زنی کرد. پس کار خودش کرد مغز و یک دنیا تفاوت